و با تکنیک شماره 5 شمشیرش که فقط توی انیمه حرارتش بالا میره و شارژ میشه، یک پرش ضربدری به سمت کافکا پرتاب میکنه. کافکا به این حمله جا خالی میده، اما هوشینا جلو ظاهر میشه و قصد داره تا هسته کایجو کافکا رو نابود کنه. اما کافکا از قبل اینو میدونست و قسمتی از بدنش رو تبدیل به دهن میکنه و شمشیر هوشینا رو قفل میکنه. کافکا اینجا میتونست راحت کار هوشینا رو تموم کنه، اما با مشت قدرتمند به شمشیر هوشینا ضربه میزنه و میشکونتش و فرار میکنه. هوشینا از اینکه گذاشت کافکا فرار کنه به شدت عصبانی و ناراحت میشه، چون غرور و افتخارش به عنوان شمشیر زن و نیروی دفاعی زیر سوال میره. تو صحنه اختصاصی انیمه اینجا کیکورو رو میبینیم که ناراحت از اینه که آیا میتونه به کافکا اعتماد کنه یا نه، که اینجا کافکا پیداش میشه و کیکورو خوشحال میشه